روند روزگارداری به سابقه آدمان روی عالم اثبات کرده است که دانش چراغ عقل بوده، این جوهر معانی در نتیجه آموزش پیوسته علم‌های مختلف انکشاف می‌یابد. نخست مؤسسه‌های تعلیمی جهت تعلیم با ثمر خوانندگان در این زمینه نقش کلیدی دارند. در طول 3 سال صاحب استقلالی، رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تعلیم با ثمر خوانندگان توجه خاصه ظاهر نموده، برای بلند برداشتن سویه دانش این قشر جامعه پیوسته تاکید می‌نمایند. یکی از تشبس‌های نجیب سرور دولت محترم امام علی رحمان برای محصلین مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی این همه‌ساله گذرانیدن آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی میباشد. امسال در نتیجه گذرانیدن آزمون مذکور تنها در حدود پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه 313 نفر خوانندگان صاحب لیاقت از مؤسسه‌های گوناگون تعلیمی و گرفتن استیپندیای مذکور در سال‌های تحصیل 2021-2022 شرفیاب گردیدند. از مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه که یکی از مؤسسه‌های تیپ نو پیشقدم در شهر به حساب می‌رود، در این آزمون 35 نفر خواننده شرکت نموده، از این تعداد 13 نفر خوانندگان به گرفتن استیپندیای پرزیدنتی سزاوار دانسته شدند. انیزمان در این مؤسسه تعلیمی که از روی رویه طبیعی ریاضی فعالیتش را به راه مانده است، 985 خواننده تحصیل می‌نماید. امروزها در لیسه مذکور 55 نفر آموزگاران صاحب تخصص و خوانندگان درس می‌گویند. برای چنین دستاوردها رو یعنی که به دست آوردن، تنها گروه آموزگاران خوش سلیقه و آموزگاران با لیاقت را جلب می‌کنه. یعنی اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت در پیام سال گذشتهشان سپاری شده بودند که شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سال آینده یعنی برای امسال به 3000 نفر رسانده شود. خوشبختانه امسال در تمام سراسر کشور خوانندگان با لیاقت با همین عالی‌ترین جایزه یعنی که حساب دانش اگر برتری داشتند صاحب گردیدند و خوشبختانه 13 نفر خوانندگان ایمان نیست که از جهت هم انتظام هم دانش هم درس آموزی برتری داشتند سزاوار نام گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردیدند که بار دیگر میگم این سیرش در آن است که با خواننده با پدر و مادران همکاری زیج کردن و جلب آموزگاران با تجربه با ملکه و صاحب تخصص جهت عملی گرداندن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به آموزش فن‌های دقیق ریاضی و طبیعی در ساحه علم معارف. البته امروزها در تمام کشور مخصوصا پایتخت عزیزمان آزمون و مسابقه‌ها یعنی که آزمون مسابقه‌های ذهنی برپا گردیده شده است از جهت فن‌های گوناگون. البته ما در مؤسسه تعلیمی برای اشتراک نمودن خوانندگان پیش از آنی که اشتراک نمایند خواننده باید آماده باشد و در مؤسسه تعلیمی از فن‌های دقیق بیولوژی، شیمی، فیزیک، تکنولوژی، گئوگرافیا و دیگرها در قطار اینها یعنی که محفل‌های این فروغ معرفت، فروغ سوبیدونای کتاب است و محفل خود گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و گیرندگان استیپندیای رئیس شهر دوشنبه و رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه عمل می‌نماید و با این محفل‌ها البته آموزگاران جلب کرده می‌شوند که نوآور، ایجادکار و با همون خوانندگان وقتی قیمت خود را در اینجا البته دریغ نمی‌دارند چون که به زحمت دستاورد این به دست نمی آید و پیشرفت خوانندگان آبروی هم مؤسسه هم آموزگارانی یعنی که آنها را به تدریس جلب می نمایند و هم می شود که نام دولت و ملت را در عرصه بین المللی که امسال در جمهوری ترکیه در شهر انتالیا یک المپیاد بین المللی برگزار گردید. در اونجا از مؤسسه های یعنی که تیپ نو اکثریت خوانندگان اشتراک نمودند و از مؤسسه مون 3 نفر در اونجا سرفربر گردیدند که 2 نفرشون با مدال طلا و 1 نفرشون با مدال نقره با دستاویز به وطن برگشتند. این هم باشه با ذخیره‌های المپیک کشورمون باز یک دستاورد دیگر ضمن نمودند. این همه دستاوردها از یعنی که شهادت از استقلالیت کامل کشور عزیزمون با راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمون محترم امام رحمان و
رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امالی دولت می‌دهد که تمام شرایط‌ها را برای تعلیم گیرندگان و آموزگاران امروز مهیا نمودند و بینید که خواننده وقتی که با یگام دستاورد سرفراز می‌گردد یا که صاحب می‌گردد در برابر خواننده با آموزگار تعلیم دهنده اون نیز یک هوسمندگردونی مخصوص جدا می‌شود. این ما آموزگاران را البته روبلند می‌کند و ما برای کادرهای آینده سازی کشور باز هم باشد کمر همت می‌بندیم و یعنی که شبانه روزی برای خدمت خلق وطن آماده می‌باشیم. البته در شرایط کنونی بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در تمام زینه‌های تحصیلات این وظیفه اولین درجه آموزگاران میباشد. از این لحاظ دانستن اصولهای تعلیمی معاصر، رعایت قطعی معیارهای بهاگذاری در درس، دریافت خوانندگان لیاقتناک و در این اساس تشکیل نمودن درس‌های علاوگی به منفعت کار است. اثنای ثبت برنامه ما در لیسه هفته فنی زبان روسی اعلان گردیده بود و در دهلیز عیانیت‌های تشکیل نموده خوانندگان آن را بازگویی می‌کرد. боиси сарфарозист ки хонандагони литсеи мо дар ҳамаи намуди олимпиада ва озмунҳо фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мешаванд. тибқи нақшаи солонаи литсей ҳафтаҳои фанӣ гузаронида мешавад ва ҳафтаи ҷорӣ ҳафтаи фанни забон ва адабиёти рус мебошад ки ба ҳаёт ва фаъолияти шоири машҳури рус Михаил Юрьевич Лермонтов бахшида шудааст. дар тӯли ин ҳафта хонандагони мо бисёр конференсияҳо ва озмунҳои хеле хуб гузаронданд ки ин боис мешавад барои татбиқи барномаи омӯзиши фанҳои забони русӣ ва англисӣ барои солҳои 2030. вақте ки хонандагон ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ таваҷҷӯҳи зиёд мекунанд, бо ин васила онҳо дониши худро сайқал медиҳанд. در لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه میان گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی محفل‌های علمی عملی دائما صورت می‌گیرد و هر یکی آنها در جاده علم آموزی نقشه‌های خویش را با همدیگر مبادله افکار نموده نقشه‌های نوین را با هم مطرح می‌سازند. چند خوانندگان لیسه مذکور 2 سال این جانب این استیپندیای بانفوذ را صاحب گردیدند و الکی برای آینده نکوی خویش کسبی را انتخاب نمودند. من баррозода раббониёи хонандаи синфи даҳуми муассисаи давлатии таълимии лисеи рақами 2 барои хонандагони болояқати шаҳри душанбе мебошам. гирандаи стипендияи президентӣ дар соли таҳсили 2021-2022 мебошам. ногуфта намонад ки ин бо ташаббуси пешвои муаззами миллат барои мо насли наврас ва ҷавонон мебошад ва мо низ бояд барои дарёфти ҳамин стипендияи президентӣ кӯшиш кунем ва арзанда бошем то дар оянда вақте сарвари давлат барои мо насли наврас чунин ғамхориҳо мекунад, мо низ бояд ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобгӯ бошем ва арзанда шавем ва президенти кишвар дар ҳамаи суханрониҳои худ пайваста ҷавононро тарғибу ташвиқ менамояд ва мегӯянд ки мо бо ҷавонони созандаи худ ифтихор мекунем, чунки ҷавонони даврони соҳибистиқлолии ватанамон имрӯз бо нангу номуси миллӣ, ташаббусҳои шоиста ва эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушди Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзишманд мегузоранд ва ба модар ватани худ содиқона хизмат мекунанд. мо насли наврас ва ҷавонон сарбаланду хушбахт аз онем ки сазовори боварии боэътимоди пешвои муаззами миллат гардидаем ва ҳар лаҳза саъю кӯшиш менамоем ва мехонем ва шукргузорӣ аз он мекунем ки чунин сарвари оқилу доно ва чунин кишвари зебо обод дорем. تعلیم در لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه با زبان‌های روسی و تاجیکی به راه مانده شده است. جهت آشنایی با روند تعلیم خوانندگان در این لیسه در درس‌های مختلف شرکت نمودیم تا از فعالیت یک روزه این خوانندگان باخبر گردیم. من سعید و شکرانه خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه میباشم. در سالهای خوانشی 2019-2020 و 2020-2021 من گیرنده استیپندیای رئیس شهر دوشنبه و در سال خوانشی 2021-2022 گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان گشتم. میانداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی میرسانم که برای ما خوانندگان چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند. چنین شرایط‌ها ما خوانندگان را باز هم روح بلند می‌نمایند و ما باز هم سعی و کوشش زیادتر می‌نماییم که سزاوار چنین نام‌های فخری گردیم. در دوران استقلال راه اندازی گردیدن چنین آزمون‌ها
ما خوانندگان را برای اشتراک کردن در آنها باز هم روح بلند می‌نمایند و ما سعی زیادتر می‌کنیم که در آنها اشتراک ورزیده سزاوار جایهای افتخاری گردیم. گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی جواباً به غمخواری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان تلاش می‌نمایند در راه دانش آموزی باز هم جهانبینی خویش را وسیع گردانند و یک شخص صاحب احترام در جامعه به وای رسند. علمت به عمل چو یار گردد، قدری تو 1000 گردد. من میرزازاده ملکه بانو، خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت می باشم. برای من باعث افتخار و سرفرازی است که سال دوم است سزاوار نام پرشرف گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان می گردم. چطوری که علاقه قید کردم، دانش کلید علم است، کلید همه درها، ثروتی بی‌بهاست و همیشه یاری انسان است. ما در پیروی سیاست خردمندانه پیشوای ملت و در جواب به غمخوری‌های بی‌نظیر آن کس همیشه سعی و تلاش می‌کنیم که دانش و علم را از بر نماییم و نسل ارزنده دوران خویش و آینده‌ساز این ملت باشیم. در آینده نقشه دارم در اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فاکولته معاشرت بین‌المللی تحصیل کنم و تاجیکستان وطن عزیز خود را در عرصه بین‌المللی معرفی نمایم. سال سپری گردیده گیرندگان استیپندیای شهر محترم رستم امامعلی در این مؤسسه تعلیمی 16 نفر بودند و امسال تلاش دارند این شماره را بیشتر گردانند. من همراه با سمیره خواننده صنف 9 ای لیسه 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه تحصیل میکنم. من گیرنده استیپندیای رئیس شهر میباشم. این هفته جاری در لیسه ما هفته زبان روسی می باشد و در این هفته قانون است که ما باید به زبان روسی گپ زنیم، سخن رانیم و زبانداری خود را تکمیل دهیم. من تلاش میکنم که در قطار گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی اشتراک نموده سزاوار جای کردم. آموزگاران جوان و صاحب ملکه در این مؤسسه تعلیمی با محبت بی‌اندازه درس میگویند، زیرا نتیجه تعلیمی با ثمر هر یک آموزگار را خوشنود میسازد. امروز ما از آن سرفراز میکنیم که خوانندگان لیسه ما نیز با قطار خوانندگان دیگر مؤسسه‌های گیمناز لیسه شهر دوشنبه با همه گونه آزمون چاره‌بینی ها با سری بلند و با یک دانش خوب اشتراک کرده ایستادند. از آن جمله آزمون گیرندگان استیپند پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان شده گذشته بود. 13 نفر خوانندگان ما نیز با گرفتن استیپند پرزیدنتی مشرف گردیدند. البته این گونه خوانندگان را دیگر خوانندگان مؤسسه نیز دیده کوشش میکنند که با باهای خوب بالا خوانده و با همین گونه آزمون ها اشتراک ورزند. وظیفه ما آموزگاران در آن است که خوانندگان را تعلیم تربیت شایسته نماییم که در آینده معرفیگری خلق ملت خویش باشند. مسلم است که خوانندگان بالایقت با دستاوردهای علمی و عملی خویش بین همسبقان صاحب احترامند و در همه کارهای جمعیتی نیز فعالانه شرکت می‌نمایند. نتیجه خوبی این قبیل آزمون‌ها و موفقیت این گونه خوانندگان برای یک زمره طالب علمان درس عبرت بوده، شاید آنها را برای تربیت نکو و دانش اندازی جلب نماید.